اگر شما درباره دنگیچه‌های نورک باره شنیده باشد، مثلا همین موضع است که هر نفری که از راه نورک میگذرد حتما میبیاد اینجا میایستد و از دنگیچه‌های خوشمزه نورک تناول میکند. در دنگیچه شکمبه گو، پاچکه گو، زبان گو و گندم و لوبی و نخود ما در خانه هم ایره تیار میکنیم. پخته مثال جمیاریم همش نمکش تیار کرده بعد سودا میکنیم. مثال تا همین دیگم بود چیدن مهمان میاد دنگیچه را میخره میره و دنگیچه های با مزه پاچک زبان های ملایم پختگی داریم. مثال زکس های نغز میشوه سیرش پختنش نمی چه دنگیچه را پاچک زبان های ملایم میپزیم همشه پاچک ها رو میمونیم شکمبه گوه تازه شده همشه میمونیم میپزش پس که پخت علا با مزه میشوه. نیم تاش 15 سومانه یک تاش 20 سومانه. حالا مزه دنگیچه‌های نورک رو میچشیم و بعداً بها خواهیم داد که چگونه مزه دارد. دوستان عزیز، شما مگر عازم همین راه شدید و از نزد همین بازارچه نورک گذشتید، حتما ایست کنید و بیایید و از این دنگیچه‌های با لذت تناول کنید. اگر شما درباره دنگیچه‌های نورک باره شنیده باشد، مثلا همین موضع است که هر نفری که از راه نورک میگذرد حتما میبیاد اینجا میایستد و از دنگیچه‌های خوشمزه نورک تناول میکند. در دنگیچه شکمبه گو، پاچکه گو، زبان گو و گندم و لوبی و نخود ما در خانه هم ایره تیار میکنیم. پخته مثال جمیاریم همش نمکش تیار کرده بعد سودا میکنیم. مثال تا همین دیگم بود چیدن مهمان میاد دنگیچه را میخره میره و دنگیچه های با مزه پاچک زبان های ملایم پختگی داریم. مثال زکس های نغز میشوه سیرش پختنش نمی چه دنگیچه را پاچک زبان های ملایم میپزیم همشه پاچک ها رو میمونیم شکمبه گوه تازه شده همشه میمونیم میپزش پس که پخت علا با مزه میشوه. نیم تاش 15 سومانه یک تاش 20 سومانه. حالا مزه دنگیچه‌های نورک رو میچشیم و بعداً بها خواهیم داد که چگونه مزه دارد. دوستان عزیز، شما مگر عازم همین راه شدید و از نزد همین بازارچه نورک گذشتید، حتما ایست کنید و بیایید و از این دنگیچه‌های با لذت تناول کنید.